زمین با تطبیق قوانین الله آباد میشه. زمین با فساد آباد نمیشه. Сказать свою благодарность нашему брату Исмаилу и так. در حق غریبا، در حق مهاجرو دعا کنیم که همین خداوند ساق سلامت هر یک برادرای ما در غریبی در شهر دور بر وطن ساق سلامت برگرد. سلمان تایید میشد، صهیب تایید میشه، ولی ابی جهل که از صنادید و بزرگا و کلانای قریش است تایید نمیشد. ابو طالب تایید نمیشه. ابی طالب بیشتر از 40 سال پیامبر تایید کرد، کمکش کرد، ولی تایید نشد، رفت جهنم. چرا؟ 40 سال کمک ابی طالب به خاطر الله نبود. الله اون عمل را که به خاطر خودش نباشد نمیپذیرد. کل سرمایه خودت مصرف بکنی که به خاطر الله نباشد تایید نمیشد. ولی یک افغانی را که انسان به خاطر الله بده، نیتش الله باشه، الله مو یک افغانی را تایید میکنه و سردون نتیجه مرتب میشه و او را میپذیره و به خاطر مو یک افغانی تو را از جهنم نجات میده. ولی اون شخصی که میلیون ها پول خود مصرف کرده چون به خاطر الله نبودد مورد تایید نمیخورد. انسان باید اینمی غم در دلش باشه که من چطور در خود اخلاص پیدا بکنم. تا وقتی که ما مخلص نشویم، امی آمدن تانیر دوستا خیلی متوجه باشین. از جاهای دور و نزدیک دوستا میاین و شاید کلیپ ها و سخنرانی ها از طریق واتساپ و یوتیوب و فلان براشون برسه، ولی وقتی در وجود انسان انقلاب به وجود میاره، تغییر میاره که انسان با اخلاص در اینجا قدم بگذارد، به خاطر الله بیاید، به خاطر الله بیم. و این را متوجه باشین به او اندازه‌ای که زانو زدن 50% تربیت انسان ها توسط زانو زدن میشد. حالا یک نفر بگه گفت شیطان فریبش میده، خب برو بعدن باز کلیپش به دستت میرسه دیگه، حالا کلیپ برش میشنوی. نه، اینا متوجه باشین 50% تغییر و تحول وقتی در وجود انسان میاد که انسان بری در زانو بزند. چرا؟ در زانو زدن تواضع هست. ده انسان احساس نیاز میکنه، ولی من نمیفهمم، ما باید یاد بگیرم، ما باید موضوع درک بکنم، ما باید در زندگی من خود تطبیق بکنم. پس وقتی که انسان زانو میزنه به این معناست که در این تواضع هست، و انسانی که در او تواضع باشد او کسب علم میکند. علم یک چیزی هست که در وجود انسان متکبر داخل نمیشه. برای علم تواضع و کار است. به همین خاطر است که هر انسان مسلمان باید متوجه باشه اگر میخواهد یک چیز را یاد بگیره و در این تغییرات وجود بیاید، اولین شرط براش تواضع است که انسان تواضع پیدا بکنه. وقتی که سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه و عمر ابن خطاب و صحابه بزرگوار پیامبر صلی الله علیه و سلم از جانب الله مورد تایید میخورن، علت چیزی که در اونها تواضع وجود داشت، در اونها اخلاص وجود داشت. هر کدامشان کوشش میکردن. ببینید حتی این ان شاء الله در درسای بعدی باز تفصیلی میایه که زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از مکه هجرت میکنه به طرف مدینه میره، در گرمی روز در خانه سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه داخل میشه. اسماء بنت ابی بکر میگه ما متوجه شدیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم در گرمی روز آماده یک گپ مهمی است. وقتی میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم داخل شد، این طرف و طرف دید، یعنی یک گپی را میخواست به پدرم بگه، نگفت. میگه پدرم برای دلداری داد که مطمئن باش، یا خود سیدنا ابوبکر صدیق برش گفت که هر چی میگی بگو، تمام اهل بیت ما الحمدلله مسلمان هستند. گفت که دستور هجرت داده شد. ابی بکر رضی الله عنه برای هجرت آماده میشد، برای این سفر مهم. حالا چیزی در وجود ابوبکر بود که ابوبکر انتخاب میشد. بالاخره یک چیزی در وجود ابوبکر بوده که الله سبحانه و تعالی هم سفر پیامبر صلی الله علیه و سلم انتخاب میکنه در این سفر خطرناک. میگه تنها هستی یا من هستم یا رسول الله؟ میگه نه تو هم هستی. به بسیار شوق شتر را آماده میکنه، یکی برای خودش، یکی برای پیامبر صلی الله علیه و سلم. اما وقتی که قصد حرکت دارن، پیامبر صلی الله علیه و سلم قیمت شتر پرداخت میکند. در این درس است برای من و توی مسلمان. چی میگه؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه مخلصترین فرد برای پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه یا رسول الله ما با کمال میل این شتر به خاطر الله در خدمت تو قرار میدم. پیامبر صلی الله علیه و سلم در جواب برش میگه من هم دوست دارم پولم در راه الله مصرف شود.
او پیامبر است. این جمله رو خیلی متوجه باشین. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه من هم دوست دارم که پول ما در راه الله مصرف شود، ولی که من و تو من حیث یک مسلمان کرایه‌ای که به خاطر الله میدیم متوجه باشین این راه الله هست. الله رضایت نمیکنه، الله خیلی غیرتی ذات است. به شرطی که ما الله را درست بشناسیم. اگر الله را درست شناختیم و در راه رسیدن به الله مخلصانه قدم گذاشتیم و به خاطر الله قدم گذاشتیم، با تواضع و با اخلاص قدم گذاشتیم، سردین آمدن و سردین نشستن نتیجه مرتب میشد، انقلاب در وجود انسان به وجود میاد و انسان به طرف تایید نزدیک شده میره، تایید شده میره دیگه. پس انسان مسلمان این وقتی که درک کرد که ما در زمانی میتونیم زمین آباد بکنیم که اول آبادی را از خود شروع بکنیم. اگر ما مثلا فکر 180 سم قدم شاید باشه یا کم یا زیاد، همین مساحت وجود ما اگر نتونستم این را آباد بکنم، این را متوجه باشین خانه خودم آباد کردن نمیتونم. آبادی را از خود اول باید شروع بکنیم. این آبادی چی را میگه؟ انسان اولین کسی که باید سرش رحم بکنه خودش است. سر خودتان رحم بکنین. رحم سر خود چی را میگه؟ رحم بر بالای خود را میگه. مسلمان در ایمانت مخلص باش، در عبادت و بندگی الله مخلص باش. خودت ای وجود موتو، ای وجود سر موتو حق دارد. اولین حق وجود ما سر خود مایی است که از آتش جهنم بچ کنین. اگر انسان مسلمان توانست وجود خودش آباد بکند، دنیا را آباد میکند. پس مسئولیت ما در زمین همی است. زمین با تطبیق قوانین الله آباد میشد. زمین با فساد آباد نمیشه. زمین با فساد تباه میشد. در زمینی که فساد پیدا شود، نافرمانی الله پیدا شود، اطاعت از شیطان باشد، نافرمانی الله و فرمانبرداری از شیطان شد، زمینه تخریب زمین برابر میشه دیگه. زمین دیگه باز کارش خراب میشه. اما اگر کسی میخواد زمین آباد بکنه، سومین مسئولیت ما در زمین الله تطبیق قوانین الله در زمین است. پس هدف از خلقت انسان در زمین سه چیز است. اول عبادت الله، دوم خلافت زمین، سوم آباد کردن زمین. اگر انسان این را درک کرد و این را شناخت و این را متوجه شد، بازی انسان هدف خلقت خود متوجه شد. در عبادت خود مخلص باشه، در گفتار خود مخلص باشه، در کردارهای خود مخلص باشه، در رفت و آمد خود مخلص باشه، در نشست و برخاست خود اخلاص داشته باشه. ببینید وقتی یک انسان مسلمان به خاطر ملاقات برادر مسلمانی در یک جای میره و در این رفتن هیچ هدف جز رضای الله نداره، پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید، حدیث قدسی است، الله میفرماید وجبت محبت للمتحابین فیه، لازم و واجب شد محبتم. الله میگه من این بنده را دوست دارم. کدام بنده ای را؟ اون کسانانی که محبتشان با یکدیگر به خاطر الله است. والمتبازلین فیه، بذل و بخشششان به خاطر الله است. والمتجالسین فیه، نشست و برخاست و مجلسشان به خاطر الله است. والمتزاورین فیه، زیارت رفتن یکدیگه شان به خاطر الله است. الله سبحانه و تعالی اینمی بنده را، این بنده را الله هم دوست دارد. پس ببینید سر نشستنی که به خاطر الله باشه، سر رفتنی که به خاطر الله باشه، سر دیدنی که به خاطر الله باشه، سر مجلسی که به خاطر الله باشه، سر این نتیجه مرتب میشد و این عبادت است. دیدن برادر مسلمانت، رفتن به دیدن برادر مسلمانت و به زیارت رفتن، این عبادت است. این وقتی میشه که انسان دین را درست بفهمد.